خدافظی داستین پوریر و ورود اسلام ماخاچف به کمپ تمرینی. اگه دوست داری همه چیز راجع بهشون بدونی این ویدیو رو از دست نده. سلام و درود خدمت رفقا عزیزم، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون، چنل پرشین MMA برادرز. من ناظمم. منم نظامی. منم سلام عرض میکنم خدمت تک تکتون. خیلی خوشحالم با یه برنامه دیگه اینجا هستیم. امروز اومدیم به دو تا مطلب بپردازیم که تو این 2-3 روزه اتفاق افتاده. در مورد داستین پوریر و اسلام ماخاچف صحبت کنیم. دوستای عزیزم، اومدیم در مورد رقص آخر داستین پوریر صحبت کنیم. داستین پوریر الماس UFC، کسی که قرار مبارزه خداحافظی خودش رو به گفته خودش انجام بده در مقابل مکس هالووی و میخوایم در موردشون صحبت کنیم. اینا دو بار قبلا با هم دیگه فایت داشتن، یه دونه تو سال 2012 حدود 13 سال پیش و یه دونه هم تو سال 2019 توی یه جورایی اوج مکس هالووی که کمربند فدرویت رو در اختیار داشت. در مورد مبارزه اولشون میخوایم صحبت کنیم، مبارزه‌ای که حدود 13 سال پیش در سال 2012 در UFC 143 انجام شد. مبارزه اول مکس هالووی توی UFC. یه نقطه مشترک هم هست تو این دیگه، مبارزه اول مکس هالووی با داستین بوده. حالا داستین هم جوری که گفته مبارزه آخرشه، میشه مبارزه آخرش با مکس هالووی. که اون مبارزه رو مکس هالووی توی راند 1 با یه تراینگل آرمبار واگذار کرد. یه تراینگل آرمبار حرفه‌ای از داستین پوریر. قشنگ جوجیتسوش استفاده کرد دیگه اونجا. استفاده کرد و اینکه اختلاف سطحش رو با مکس هالووی نشون داد. و بریم در مورد مبارزه دومشون صحبت کنیم که در سال 2019 در UFC 236 یه جنگ به تمام عیار بود. خیلی فایت خفنی بود، خیلی فوق العاده بود. 5 رانده بود، سر کمربند لایت ویت بود که اون موقع مکس هالووی کمربند پرواز دستش بود، اومد بالا که کمربند بگیره، یعنی می‌خواست کمربند اینتریم بگیره. سر کمربند اینتریم موقت مبارزه کردن با هم دیگه که بعد از 5 راند جنجالی و جنگی واقعا تو فایتو. یه صحنه معروف هم داره بین ران، مکس هالووی بلند میشه، ببخشید داستین بلند میشه میگه که اشاره همون کاری که خود چیز میکنه مکس هالووی میکنه، اشاره میکنه، مکس هم سریع بلند میشه و صورت باد کرده میاد و دیگه تایم استراحتش هم استفاده نمیکنه. دقیقاً که یه نی خوبم میخوره وسط پیشونیش کامل باز میشه تو مبارزه. فوق العاده مبارزه خفنی بود که با رأی متحد داورا داستین پوریر تونست کمربند موقت سبک وزن اون موقع دریافت کنه. بعد یه نکته جالب دیگه هم بخوام در مورد اون مبارزه بگم اینه که تو اون مسابقه مکس هالووی قبلش 13 تا وین استریک داشتش، یعنی 13 تا برد پشت سر هم که داستین پوریر اومد اون کارو باهاش کرد. یعنی واقعا تو اوجش بود، فوق العاده مکس هالووی خفن بود، ولی داستین پوریر با اختلاف و مقتدرانه اون بازی رو برد و کلا تو این دوتا فایت اختلاف سطحشون خیلی بالا بوده. دقیقاً نشون داده که داستین پوریر کاملا بهتره، یعنی از لحاظ استایلی، از لحاظ تکنیکی بهتره. خیلی اذیت کرده مکس هالووی و خیلی اذیت کرده. حالا ممکنه تو این فایتی که قرار اتفاق بیفته اصلا مسئله فرق کنه، مثلا مکس هالووی فایتو ببره، ولی تو این دوتا مبارزه جوری که نشون داده داستین هم بوکس بهتری داره نسبت به مکس، همین که خیلی استوارتره، هم خیلی راحت میتونه مکس رو توی کلینچ و اینجور جاها نگه داره، گران روی زمین خیلی بهتر. و خب یه نکته مهم دیگه هم که بخوایم در موردش صحبت کنیم اینه که توی فایت دوم داستین انقدر حرفه‌ای نبود گرپش که تو فایت با اسلام ماخاچف بود. یعنی تمرینی که تو فایت اسلام خیلی خوب شده بود، کشتیش مخصوصا اگه بخوام فقط بحث کشتی و تیک داون دیفنسش رو بگیم، خیلی پیشرفت کرده بود و اگه بتونه همون لول جلو مکس هالووی داشته باشه توی فایت سومشون میتونه خیلی واسه مکس هالووی اگر نخواد که مثلا استرایک کنه، اگه بخواد کشتیش استفاده کنه، چون مکس پیشرفتی توی کشتیش و کلا گربلینگش اصلا فقط همون تیک داون دیفنس رو داره که وای میسه این خوزالدو وای میسه بغل توی لفنس فقط تیک داون دیفنس میکنه. این کاری که انجام میده فقط همین جوریه، ولی خب تو فایت سومشون باید ببینیم چه اتفاقی میفته. در مورد تریلوژی فایت مکس هالووی داستین سگانه‌ای که بالاخره خیلی از طرفدارا که منتظرش بودن اتفاق بیفته، که ما توی ویدیو هم قبلا خلوش 6-7 روز پیش اعلام کردیم که به صورت غیر رسمی پشت پرده اعلام شده که تو
UFC 318 قراره با هم دیگه فایت بکنن و بالاخره تو این یکی دو روزه اعلام شد توسط دینا وایت. اگه اون ویدیو رو ندیدید حتما برید بالا میذاریم واسهتون، حتما نگاه کنید. در تاریخ 28 هولوش 28 و 29 میشه دیگه، چون شبانه روزی یعنی شب توی بامداد این بین میشه، یعنی 28 29 میشه، یعنی از شب شنبه که فایت شروع میشه. فایت داستین و مکس هالووی به خاطر اینکه مین ایونته همون 29 تیر میشه حدوداً دیگه که بر سر کمربند BMF مکس هالووی. حالا یه موضوعی هم اشاره کنم که خود داستین گفتش که من اول جاستین گیجیو می‌خواستم، یعنی دوست داشتم با جاستین فایت کنم. دقیقاً چون اونم یکیم دیگه. آره من اونو می‌خواستم، اون فایتو می‌خواستم. به هانتر گفته بود فکر می‌کنم. آره با دینا هانتر صحبت کرده بود. این مسئله رو پیش انداخته بود و اینکه ایلیا توپوریا هم حتی گفته بود من میخوامش، گفته بود با ایلیا هم دوستم مبارزه کنم. ولی جدا از همه این بحثا دینا و هانتر این انتقاد براش داشتن که با مکس مبارزه کنه. دقیقاً چون گفته بود که میخوام مبارزه خدافظی، مبارزه خیلی بزرگ باشه. دقیقاً. یه جورایی مانی فایت خفنی باشه. جاستین گیجی و ایلیا توپوریا رو خواسته بود ولی خب هانتر و دینا وایت موافقت نکرده بودن و مکس و خب اینجا هم جای بدی نیست. همچین اگه کمربند BMF رو بگیره و اگه خدافظی کنه، چون خیلی از فایترها این تصمیم میگیرن و این کارو نمیکنن و دستکششون رو در نمیارن. اگه اصلا راجع به خود داستین هم بخوایم صحبت کنیم، خیلی حرفا شده بود که اصلا فایتش با اسلام ماخاشف و اگه نبره خدافظی میکنه، ولی خودش گفت میخوام یه فایت دیگه بزنم. حتی اسرائیل آدسانیا قبل فایت با دوبلسیس هم گفتم که ممکنه که خدافظی کنه، ولی بعد اینکه دستکشش در آورد گفت فعلا نمیخوام خدافظی کنم، همچنان هستم و خیلی این کارا رو نمیکنن. واقعا اون لحظه آخر تصمیم میگیره. ولی که این بار جدی مثلا داستین گفته که دیگه آخرین دنسم و فلان حرفا. دقیقاً اینجوری که داره بوش میاد و اینجوری که UFC هم خودش شیر کرد که زد The Last Dance. اینه که احتمال داره واقعا خدافظی کنه. و این نکته جالب دیگه اینه که فایت توی نیو اورلینز توی ایالت لوئیزیانا، ایالت داستین پویریه، یعنی یه جورایی داستین پویریه از مکس هالووی که اهل هاواییه، اهل جزیره هاوایی یا ایالت هاواییه، میخواد میزبانی کنه. دقیقاً. و باید ببینیم این پذیرایی چجور میتونه باشه و چه مدلی میخواد از مکس هالووی پذیرایی کنه. به نظر من که فایت خفنی میشه، چون 100% این دوتا همیشه جذابن، اینترتین عجیبی ان. اصلا اگه مثلا فایتشون سر قهرمانی هم نباشه، یه فایت همینجوری ساده هم باشه، تا تهش میجنگن فقط. دقیقاً. تو فایت دومشون فوق العاده این هوکای داستین که معرکه است، امریکن هوکایی که میزنه من عاشقشم، یعنی فوق العاده است. و تو فایت دوم خیلی اذیت کرد مکس هالووی و جوری بود که یه جایی واقعا من میگفتم ناکود میشه الان مکس هالووی، ولی مکس هر جوری بود پا برجا موند که فایتو با دیسیژن ببازه. مکس چون نسبت به قد اون ریچی که داره و برای این وزنم خب هم ریچش هم قدش خیلی خوبه. دقیقا. توی دور خیلی موفق تره. آره اینکه ریچ حفظ میکنه خیلی. آره مثلا جواش خیلی خوب میشینه. دقیقا. ولی مثلا با کسی مثل داستین که خوب جنگ نزدیک میکنه خیلی جاها تو بوکس به مشکل میخوره. قطعا. دقیقاً ایلیا هم همین داستان داشت. ایلیا خیلی خوب جنگ نزدیک میکنه. وقتی که پین میکنه رو فایتر قشنگ دیگه، وقتی میره اون لب فنسکیل میندازه دیگه ضربه‌های قطعاتی قشنگ خیلی کامبینیشن‌های خوبی میزنه. داستین پویریر هم این آپشنو داره. و اینکه خیلی هد موومنت‌های خیلی خفنی داره و این هد موومنت‌ها یه جورایی غیر قابل پیش بینی هد موومنت‌هاش، یعنی شما فکر می‌کنی که الان مشتت برخورد میکنه ولی نمیکنه در اصل. یعنی با یه هد موومنت، با یه ساید استپ مثلا خیلی ریز، یه پول بک راحت میکنه و بعدی ضربه‌ای که میزنه کانتر به شدت خوب کانتر میکنه، خیلی خوب کانتر میکنه. همون دلیلی که گفتم که استایلی داستین برتره به خاطر همین بودش، چون استایلی میتونه به هم بریزه مکس هالووی و اینکه گرابلینگ هم داره اینم خوب تاثیرگذاره. خیلی تاثیرگذاره و اینکه گرابلینگش هم خیلی پیشرفته تر شده، یعنی قشنگ کار کرده. یکی از دلایلش هم تمرین با گمرات بود. دقیقاً ماتیوش گمرات خیلی کمکش کرد تو این داستان. اتفاقا ماتیوش گمرات هم استوری کرده بود و آتیشو نینجا گذاشته بود بغل داستین پویریر و به نظر من که یعنی به نظر هممون که کسی نیست از داستین پویریر بعدش بیاد، چون واقعا شخصیت واقعا خفنیه و همه 100% با خداحافظیش
یه جورایی ناراحت میشه. آره دقیقاً 100%. من خودم خیلی طرفدارشم و اینکه اصلا نیاز به قهرمانی هم نداره این بشر با اینکه اینقدر جذاب بوده، با اینکه آندسپیودد نشده، قهرمان نشده کامل، ولی خب اینقدر خفن بوده که اسطوره است. یعنی همه میدونن لژند دیگه داستین پوریه، کسی نیستش که واقعا از مبارزه‌های داستین لذت نبرده باشه. تک تک مبارزه‌اش جذاب، تک مبارزه‌اش جذاب. فایتش با کانر جذاب بوده، فایتش با دنمیکر جذاب بوده، فایتش با همین مکس هالووی جذاب بوده، فایتش با مایکل چندلر جذاب بوده. با همه فایترها واقعا جذاب فایت کرده. با اولیویرا راند یکش با اولیویرا یه بزن معرکه است. همون اولی که اومده توی UFC داره فایت میکنه، همیشه دنبال این بوده که فایت جذاب ارائه بده و بونس‌های خوبی از UFC هم گرفته. خب خبر بعدی که بخوایم در موردش صحبت کنیم حضور اسلام ماخاچف توی کمپ تمرینیه برای مبارزه بعدیش. اینجوری که زده بودن کلمنه رو، این خبر رو داده بود توی توییتر که اسلام ماخاچف حضور پیدا کرده توی کمپ تمرینی برای مبارزه بعدیش. خیلی جذاب شد دیگه، چون ما صحبتی که کردیم گفتیم که ایلیا توپوریا کمپ تمرینی شروع کرده، گفتیم که اولیویرا توی کمپ تمرینی الان. لینکش هم میذارم این بالا واسهتون. آره حتما این ویدیو رو نگاه کنید. در موردش صحبت کرده بود. این صحبتی بود که کردیم، ولی گفتیم اسلام ماخاچف هنوز تو کمپ تمرینی نرفته. دقیقاً. ولی دقیقاً بعد از اون اعلام شد که رفته الان تو کمپ تمرینی و الان میتونه خیلی خبرهای خوبی، خیلی اتفاقای خوبی بیفته واقعا. دقیقاً، چون پیش بینی که شده بود اینجوری بود که اسلام ماخاچف صبر کرده برای UFC 315 فایت بلال و جک دلا، ولی خب اینطور نیستش و آماده سازی خودش رو شروع کرده. احتمال داره خبرهای خوبی از دینا وایت امیدواریم. دوستان اگه ویدیو رو دوست داشتید و تا اینجا تماشا کردید حتما یه لایک کوچیک بزنید که ما انرژی بدید برای ادامه راه، و اگه نظری دارید حتما نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید توی کامنت. کانالمون هم سابسکرایب کنید. خیلی ممنونیم. و این نکته جالب دیگه این که دیشب دینا وایت بعد از فیس آف گری و پراتس اومد یه لایو گذاشت، شروع کرد صحبت کردن. خیلی جنجالی داشت فایتا رو اعلام می‌کرد. یعنی یه جورایی که انگار میدونست یه خبری هست و تمام مخاطبایی که توی لایو بودن دنبال اون خبرن. آره ولی نمیداد دیگه. دقیقاً. و اومد فایت باکلی و آسمن رو اعلام کرد. آخرش هم گفت که نه دیگه چیز دیگه نرم. همه ازش داشتن میپرسیدن که چیز دیگه داری، فایت دیگه داری؟ با یه خنده، یه نیشخند ریزی گفتش که نه فعلا چیز دیگه ندارم، در صورتی که تمام فایت‌ها رو اعلام کرد. یعنی روزنامه یونس رو اعلام کرد، باکلی رو اعلام کرد با آسمن، اینا رو گفتش و یه خنده ریز زد و احتمال داره یه خبره. آره دیگه خبرهای بزرگی پرده باشه. دو تا اتفاق میتونه بیفته دیگه، یکی ایلیا و اسلامه، یکی هم که توماس فینال و جان جونزه که خیلی‌ها توی دنیا منتظرشن و دوست دارن. فایت‌هاش به شدت پرفروشی میشه، سر همین هم اصلا شاید به تأخیر بخوام بندازن. اگه خبری باشه اون پشت بخوام به تأخیر بندازن، تایمی بگن که دیگه همه طرفدارا آماده دیدن باشن و قشنگ خوب بفروشن. واقعا پیپرویو خفنیه. یعنی هر کدوم از این دوتا فایت اگه اعلام کنن، حتی ایلیا 4 دم اعلام کنن، فوق العاده میتره که خیلی مانی فایت خفنه. طرف خیلی فنای خفنی دارن. این سه تا فایت میتونه سورپرایز کنه و منتظریم که ببینیم تو این هفته ها اعلام میشه و چه خبری به ما میرسه که ما براتون اعلام کنیم. امیدواریم که خبرها خفن باشه. مرسی که همراهی میکنید. دوستتون داریم زیاد. تا ویدیو دیگه. بدرود.